اگه حس کردی دیره و سنت بالاست، یاد آلن ریکمن بیافت، همون بازیگر معروف فیلم هری پاتر. تا 42 سالگی فقط یک کارمند ساده بود، ولی بعدش جلوی دوربین رفت و شد یکی از ماندگارترین چهره‌های سینما. اگه حس کردی زوده و فعلا سنی نداری، یاد اسکندر مقدونی بیافت. 23 ساله بود که امپراتوری‌های بزرگ دنیا رو یکی یکی فتح کرد. اگه حس کردی گرفتاری و افسرده‌ای، یاد تام هاردی بیافت که از اعماق اعتیاد بلند شد و امروز یک ستاره‌ای بی رقیب در کارشه. پس نه دیر بودن مهمه، نه زود بودن، نه حتی سقوط کردن. همه چیز از لحظه‌ای شروع میشه که تو انتخاب کنی دوباره شروع کنی. رفیق من،